دوستان سلام علیکم. دهم یونیو سال 2026 قرار داریم در ناحیه دنقره جماعت دهات پوشینگ در پیستازوری که الهام کی خدا رحمت کند بابای رحمانند رو پدرشون آباد کردن. این پیستازو رو از ما به پیوندش رو گرفته شنوندگی بودن. به پیوندش رو در 3 سال همین قدر شده است. اینو ببینید. موقع پیستازو رو اکنون خدا خواهد امسال پیوند کردن در کارها. من با آنها پیوندگر مییابم از ناحیه تیمور ملیک. آب قطرگی خطی کردن. من این آب قطرگی اینو کلان شدن الکی در 2 سال 3 سال اول آب رو که تامین کردن. ببینید چقدر کلان شده است. 2 متر زیاد شده است. پیشش 3 متر هم شده است. 3 سال همدوران عزیز. این نتیجه مهنتی خدا رحمت کند بابای رحمان علی. نتیجه مهنتی همون کس می باشد. آن کس بسیار شخص مهنت کش بودن. از دنیا موحده کبر گذشتن. خدا رحمت کند. و این ببینید که پس از سر خود 40 آبادی ماندن. هر یکی ما باید که پس از سر خود همکل آبادی ها مونیم. چون که ملک ما ملک تاجیکستان بهترین ملک است. وطن ما بهترین وطن است. ما خلق بهترین ملت هستیم و باید آباد و آبادکاری کنیم. و حتی یک پیسته بسته است. یک دانه پیسته هم بسته است. ببینید هرچند که اینا بی پیوند بودن باز یک دانه پیسته هم بسته است. اینا رو همش رو پیوند میکنیم. اکنون ما وقتی که ما نهال میفروشیم با مقداری کلان باز نظارت هم میکنیم. آمده توصیه ها میتیم. این ببینید که بابای رحمان علی خدا رحمت کند با توصیه های ما هم محتاج نبودن. چنان پرورش کرده که 3 سال 3 متر شده است. خدا رحمت کند شما رو بابای رحمان علی. ببینید آبی قطرگی بود اینجا. برای که اینجا ببینید یابره هست. اینجا یابره که هست آبی قطرگی. تنها و تنها آبی قطرگی. در جهان حاضر آبی قطرگی بسیار استفاده برده ایستادند. چون که آبی قطرگی استفاده برای آبی قطرگی موافق مقصد است. آب جویباری الکی از برآمده ایستاده است. از استفاده من آبی قطرگی من این نبینید. الان بخیار یک جوی بردن خیلی گذشتگی بودن. خیلی چشمک موندگی بودن و آبی قطرگی میچکید. اون شلنگش برداشته در تنه برخ موندن حاضر همش رو درست کرده با سر میتن آبی قطرگی رو. چون که تا بهار باران بسیار بود آب دادن ضرورت نبود. این ببینید همین سال خودش با 1 متر دیگه است بالا شوی. خیر در پناه خدا باشد با کدام معقول باشد اگر با ما زکات کنید پیسته ها وارد میکنیم. پیسته های پیوندی میبریم. پیسته های بی پیوند میبریم. با شما دسترس میکنیم. تلفن من 900 00 44 89. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد. یگان گپی داشتگی باشد در حق این مسافر خدا رحمت کند مهنت کش یگان سخن خوبی گپ زنید.